و اگر گاو مرد یا زن را شاخ زند و او بمیرد، آن گاو را باید سنگسار کنند و گوشتش را نخورند، ولی صاحب گاو عیبدار نیست. و اگر گاو دیروز و پریروز هم شاخزن باشد و صاحبش از این آگاهی یافت ولی آن را سرشته نکرد و آن مرد یا زنی را کشت، بگذار گاو را سنگسار کنند و نیز صاحبش را به قتل رسانند. اگر بر وی فدیه گذاشته شود، بگذار وی فدیه جان خود را هر قدر که بر وی گذاشته شده باشد ادا نماید. اگر پسر یا دختر را شاخ زده باشد، موافق همین فریضه باید به وی عمل کنند. اگر گاو غلام یا کنیز را شاخ زند، 30 سیقل نقره به آقای او باید داده شود و گاو سنگسار کرده شود. اگر کسی چاه را کشاید یا کسی چاه کند و آن را نپوشاند و گاو یا خر در آن افتد، صاحب چاه باید تاوان آن را ادا نماید، یعنی به صاحب آن نقره بدهد و لاشه از آن او خواهد بود. و اگر گاوی کسی گاوی یاری او را شاخ زند و آن بمیرد، بگذار گاوی زنده را فروخته پولش را تقسیم کنند و نیز گاوی مرده را تقسیم کنند. یا اگر معلوم شده باشد که آن گاو دیروز و پریروز هم شاخزن بود ولی صاحبش آن را سرشته نکرد، تو باید گاوی در عوض گاو بدهد و گاوی مرده از آن او خواهد بود.